سلام آقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که هفته خوبی رو شروع کرده باشید. امروز دوشنبه 17 آذر و من توی بک‌استیج با خبرهای اخیر هالیوود در خدمتتونم. البته این ویدیو رو شما احتمال 99% سه‌شنبه شب می‌بینید که میشه فرداش. بگذاریم بریم سراغ خبر اول. کیتی پری و جاستین ترودو بالاخره رابطه‌شون رو رسمی کردن و اول کاری مستقیم رفتن سراغ اینستاگرام. کیتی اومد توی پیج اینستاگرامش یه اسلاید از عکس و فیلم از سفرش به توکیو گذاشت که جاستین ترودو هم کنارش بود که میشه نخست وزیر پیشین کانادا. و توی یکی از این عکس‌ها سلفی گرفته بودن و لبخند خیلی واضح و عمیقی داشتن می‌زدن. و جالبه که بدونید این زوج توی جریان سفرشون به ژاپن با نخست وزیر سابق ژاپن یعنی فومیو کیشیدا و همسرش یوکو دیدار کردن. کیشیدا اومد داخل ایکس اومد یه عکس منتشر کرد و گفتش که نخست وزیر سابق کانادا اومد نشست با من و همسرم نهار خورد. اسمی از کیتی نبرد ولی خب عکس‌ها همه واضحه دیگه. جدای این پری و ترودو چند روز قبل از سفر توی پارک مونتریال در حال قدم زدن دیده شدن. بعدش هم یه عکسی از ترودو اومد که با شور و هیجان رفته بود توی اجرای لایف تایمز پری شرکت کرده بود. البته بماند شایعه رابطه این دو نفر خیلی قبل‌تر توی اکتبر لو رفته بود. قضیه از این قرار بود که ترودو و پری توی یات شخصی پری داشتن همدیگه رو می‌بوسیدن و لب می‌گرفتن و این داستانا که یکی توی سپتامبر اومده ازشون عکس گرفته و عکس رو پخشش کرده. از اونجا دیگه هیچ تردیدی باقی نذاشته. بریم سراغ خبر بعدی. مایلی سایرس بالاخره نامزد کرد. اونم با یه داستان خیلی جالب پشتش. رابطه 4 سالش با مکس موراندو بالاخره رسمی شد. مایلی چند شب پیش توی مراسم فرش قرمز اواتار فایر نش توی لس آنجلس اومد حلقه گنده الماسش رو قشنگ به رخ کشید با کلی اعتماد به نفس. مکس هم کنارش بود، همون درامر 27 ساله‌ای که همیشه خدا آروم و بی سر و صدا حرکت می‌کنه. یه نکته جالب راجع به زندگی مکس هست، اونم اینه که این دو نفر وقتی با هم رابطه‌شون رو شروع کردن، مکس هنوز کنار خانواده‌اش زندگی می‌کرد. خیلی هم کم حاشیه‌ای هم منبع نزدیکم بهش گفته بود که مکس همیشه آرومه، شوخ‌طبع و خیلی بچه خوبیه. 27 سال سن بچه است. مایلی سایرس هم دیگه دوران پارتی و نمیدونم مواد و مریوانا اینا رو گذاشته پشت سرش و یه نسخه جدید از خودش ساخته. و حالا مکس تبدیل شده به اون نقطه امنی که مایلی بهش نیاز داره و کنارش حالش خوبه. و خیلی جالبه، شاید اینو دیده باشید. مکس کلا استایل راکی در 80 داره و کسی هم متوجهش نشد تا موقعی که این دو نفر کنار هم دیگه وایسادن. خبر بعدی مربوط میشه به سیدنی سوینی، کراش العالمین ملت که بالاخره بعد از 4 ماه اومد سکوتش رو شکست و راجع به جنجالی که درباره تبلیغ امریکن ایگل به وجود اومده بود حرف زد. همون تبلیغی که یه عده اومدن توی اینترنت گفتن که بوی پروپاگاندای نازی میده. سیدنی هم اومد به چیز گفت، به این رسانه پیپل گفتش که یه سری برچسب‌ها با من چسبوندن و یه سری حرفا زدن که اصلا ربطی به این قضیه نداشت. عملاً از واکنش مردم جا خوردم و بعضی از این تبلیغات اصلا ربطی به اون لباس نداشته و من فقط توی کمپین شرکت کردم. چرا؟ چون اون برند شلوار رو خیلی دوست دارم. داستان از پوستر این کمپین شروع شد، جایی که اومدن کلمه جینز که با جی نوشته میشه رو خط زدن. فکر کنم عکسش الان باشه که جینز معنی نژاد میده و جاش اومدن جینز رو با جی نوشتن که میشه معنی همون شلوار جینی که میگه که حالا ملت میپوشن. بعد توی یکی از این ویدیوها سینی داشت شلوار جینش رو پا می‌کرد و درباره حالا نژادش و رنگ پوست و نمیدونم رنگ چشم و اینا حرف می‌زد و میگفت من جین آبی رو خیلی دوست دارم، رنگ جین منم آبیه. همین کافی بود توی تیک تاک ملت بیان راجبش ویدیو بسازن و کلی حرف بزنن و کلی شایعه و داستان پشتش در بیارن و یه جوری بهش گفتن داگیسال نژادی، یعنی انگار داری نژادت رو به رخ بقیه میکشی و حس برتر بودن به دست میده. و جوابی که سیدنی به این قضیه داد این بود که برداشتایی که مردم از این قضیه داشتن کاملا بی ربط بوده و اون فقط از اولش هم یه همکاری ساده بود و هیچ داستانی و هیچ برتری نژادی پشتش نیست. من میگم مردم خیلی عاشق حاشیه‌ان همینا. خبر بعدی مربوط میشه به فریتز رولندر، بازیگر فیلم بیلو دک ای اعلام کرده که به خاطر وب کشیدن و حالا این داستانا دچار حمله قلبی و آسیب ریه شده. خودش توی پست اینستاگرامی چند وقت پیش اعلام کرد که من خیلی وقت بود وب می‌کشیدم و یهو دچار درد شدید قفسه سینه شدم و باعث این شد که نفس تنگی بگیرم و کارم به بیمارستان بکشه و آمبولانس انتقال فوری این داستانا. بعدش هم حدود یه هفته توی بیمارستان لندن میچرخید تا بالاخره دکترها بفهمن مشکل اصلی چیه، از چه قراره که این اتفاق براش افتاده. پزشکان بهش گفتن دچار اسپاسم شریان کرونری شده. یعنی چی؟ یعنی من بلد نیستم به خدا. یعنی رگ‌هایی که خون رو به قلب میرسونن ناگهان جمع شدن و باعث ایجاد نفس تنگی شدن و خون حالا به قلب نمیرسید اون داستان. البته این مدل از اونایی نیست که واسه گرفتگی رگه، بیشتر به خاطر این بود که قلب موقع اسپاس کردن نمیتونست اکسیژن بگیره. چرا؟ به خاطر این بیستاب. حالا لندن گفته آسیب ریه ناشی از وب کشیدن طبق گفته انجمن ریه آمریکا بسیار میتواند مرگبار باشد، خیلی خطرناک هم است. خودش هم گفته درد 24 ساعته‌ای که تجربه کرد غیر قابل توصیف بوده. و قضیه عجیبش اینه که دردش به قدر شدید بوده که دوباره بهش مورفین زدن و اون دوباره مثلا اثر نذاشته. سر همین رفتن سراغ قوی‌ترین، یه جورایی قوی‌ترین آرام بخشی که حالا اجازه استفاده ازش هست و فقط تونسته شدت درد از 10 برسونه به 7.
حالا جدا این فریزر گفته که بعد از این قضیه دیگه حتی یک بارم نمیخوام سمت ویپ برم و امیدوارم که هر کسی که میخواد ویپ بکشه یه بار دیگه به این قضیه فکر بکنه و بلایی که سر من اومد رو ان شاءالله متحمل نشه و براش اتفاقی نیفته. نه که این 20 سابو نکشه. سر خبر بعدی ما داستان داریم. جرمی هواریس بازیگر سریال امیلی این پاریس روز 16 نوامبر توی فرودگاه ناها توی ژاپن به خاطر حمل مواد مخدر دستگیر شد. طبق گفتگوی سخنگوی گمرک اوکیناوا که با رویترز صحبت کرده بود، گفتش که مامورا توی کیف دستی شدن 78 میلی گرم کریستال حاوی MDMA پیدا کردن و همونجا خیرشو گرفتن و دستمند بهش زدن. الان هریس 36 ساله توی زندان توی میگوسوکو اوکیناوا بازداشته. پلیس هم قضیه رو تایید کرده و پنجشنبه هم خبر رسید که گمرک منطقه اومده شکایت جنایی ثبت کرده تا بتونن پروسه رسمی اتهام زنی رو شروع کنن. فعلا معلوم نیست که بعد از 3 هفته بازداشت بخوان کاری بکنن دفاعیه داده یا اصلا وکیلی چیزی گرفته. نماینده‌شون که هنوز به خیلی از این رسانه‌ها جواب نداده که چی به چیه، چه اتفاقی داره میفته. معلومه جواب نمیدن. طرف با 36 چی 78 گرم مواد گرفتن، اونم چی کریستال. هریس از بریتانیا با توقف توی تایوان به سمت اوکیناوا راهی شده بود و کلا برای گردش حالا اشغال رفته بود ژاپن. میدونید هریس رو کلا برای نمایشنامه نویسی حسابی میشناسنش، مخصوصا با نمایش اسلیو پلی توی سال 2019 که رکوردهای نامزدی تونی رو هم شکست. حالا جدای بازیگری این آدم تهیه کننده یوفوریا هم بوده و توی نوشتن فیلمنامه زولا هم همکاری داشته. جدای این سال پیش پیسیکس گزارش داده بود که یه شرکت تولیدی تازه زده و اولین پروژه نمایشش پرینس نمیشه گفت، کلمه خیلی زشتی. یه کار جنجالی بود که اوایل امسال منتشر شد و آینده نزدیکی رو تصور می‌کرد که توش پرینس جورج اعلام می‌کرد که گی، یعنی همجنسی عروسی نیستن. بریم سراغ خبر بعدی. خبر آخر مربوط میشه به برندی گرینویل که میگه بعد از 2 سال دویدن و بی‌جوابی بالاخره فهمیده مشکل تغییر شکل صورتش چیه و خیلی الان خوشحاله. طبق گزارش TMZ این ستاره سابق ریال هاوسوایوز آف بیورلی هیلز پنجشنبه تشخیص قطعی رو گرفته و گفته که همین که بالاخره یه جواب ساده دارم برام مثل نفس کشیدن. خدا رو شکر. برندی 53 ساله گفته فعلا قصدی توضیح ندارم، میخوام شخصی نگرش دارم این داستانا و نمیخواد بگه دقیقاً چه تشخیصی گرفته، ولی گفتش که به زودی برای طرفدارای این قضیه رو به اشتراک میذاره و جزئیاتش رو باشون در میون میذاره. اون درباره این مسیر سخت گفتش که این 2 سال برام جهنم بود و تبدیل شدم به آدم گوشه‌گیر و هر بار که می‌خواستم از خونه برم یه اضطراب شدیدی منو میگرفت چون عملاً خب 2 سال بود خونه بودم. این خبر درست بعد از آپدیتی منتشر شد که به یو اس ویکلی داده بود و گفته بود که روند درمان خیلی کند پیش میره اما خیلی دارم بهبود پیدا می‌کنم و اوضاع داره بهتر میشه و دوباره حس می‌کنه که خودش شده. بعد از اینکه به خونه جدیدش نقل مکان کرد گفتش که من کلا دنبال آرامشم و الان دیگه همه چیز رو ساده نگه داشتم و بیشتر خونه میمونم و واقعا دارم از خودم مراقبت میکنم. برندی که از سال 2023 اولین نشونه‌های تغییر شکل روی صورتش دیده میشد که اولش هم فقط به صورت ورم بود، خیلی رک و واضح درباره مشکلاتش صحبت میکرد و گفته بود که من از همون موقع دنبال درمانش بودم و می‌خواستم که این وضعیت رو حلش کنم. و آره خلاصه این بود از آخرین خبرهای این هفته هالیوود. امیدوارم که لذت برده باشید و با خبر شده باشید. که اگه لذت بردید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، چند تا کامنت زیبا هم برام بذارید ترجیحاً انگلیسی و کانال ما رو هم دنبال کنید تا ویدیوی بعدی. بای بای.